سلام دوستان، امروز آموزش آستین رگلان داریم. قسمت گودی یقه 4 سانتی میایم پایین، قسمت گودی حلقه آستین رو از اصل نصف میکنیم، قسمت گودی یقه پشت رو هم 3 سانتی میایم پایین رو به گودی حلقه آستین پشت رو هم از اصل نصف میکنیم و این نقاط رو به هم متصل میکنیم. برای زیبایی کار این خط جدید رو 1 سانتی به طرف داخل میایم و یه هلالی رو رسم میکنیم. بعد تیکه های آستین رگلان رو از بالاتنه جلو پشت جدا میکنیم. بعد قسمت پشت جلوی کار رو هم روی الگوها می نویسیم که گم نشه. بعد قسمت تاج آستین به طرف پشت 1 سانتی داخل میشیم و خط وسط آستین جدیدی رو رسم میکنیم. قسمت تیکه جلوی بالاتنه جلو رو به تاج